یه حقیقت عجیب هست که کمتر کسی جرأت داره بهت بگه. تو فکر میکنی تصمیمات دست خودته؟ واقعیت اینه که مغزت خیلی وقتها قبل از تو تصمیم میگیره. سلام، من اینجام تا درباره یکی از شگفت‌انگیزترین کشفیات روانشناسی مدرن صحبت کنم. چیزی به نام تصمیم گیری ناخودآگاه. دانشمندا کشف کردن که مغز ما حدود 7 ثانیه قبل از اینکه خودمون بفهمیم تصمیم رو گرفته. اسکن‌های FMRI نشون داده وقتی فکر می‌کنی داری انتخاب می‌کنی، نقش اصلی رو بخش ناخودآگاه بازی کرده و آگاهانه بودن فقط یک توهم کنترله. اما این ناخودآگاه چطور تصمیم می‌گیره؟ خیلی ساده، بر اساس تجربه‌های گذشته، ترس‌ها، رفتارهای تکراری و پاداش‌هایی که قبلاً دریافت کردی. به همین دلیل بعضی آدم‌ها بدون دلیل واضح یک رفتار رو بارها تکرار می‌کنن، چون مغزشون این مسیر رو امن تشخیص داده. اینجاست که ذهن ما خطرناک میشه. هر رفتاری که بارها انجام بدی تبدیل میشه به اتوبان عصبی و وقتی یک اتوبان ساخته بشه، مغز همیشه همون مسیر رو انتخاب میکنه، چون سریع‌تره و انرژی کمتری مصرف میکنه. خبر خوب؟ تو میتونی این مسیر رو عوض کنی، اما نه با قدرت اراده. روانشناسا میگن تنها راه تغییر واقعی ایجاد یک مسیر جدید از طریق تکرارهای کوچک اما مداومه. وقتی یک رفتار جدید رو بارها انجام بدی، اگه کوچیک باشه، مغز اتوبان جدید میسازه و وقتی مسیر جدید فعال بشه، مسیرهای قدیمی شروع میکنن به ضعیف شدن. این یعنی تو میتونی مغزت رو دوباره سیمکشی کنی. نه یک باره، نه با انگیزه، بلکه با تکرارهای کوچک، روزانه و آگاهانه. این داستان یک حقیقت ترسناک اما قدرتمنده. مغزت قبل از تو تصمیم میگیره، اما تو میتونی قوانین بازی رو عوض کنی.